توی یه روز گرم تابستونی تصمیم گرفتیم بریم مرداب دریوک کلاردشت. نظرت چیه حامد جان؟ داریم میریم به سمت جذابیت. بیا. هوا بی‌نظیره. خب حامد جان تا اینجا یه کار چطور بود؟ آقا کم فیلم بگیر، ولی اینجا واقعا فیلم گرفتن داره. حامد از دوربین فراریه، کلا نمیخواد زیاد دیده بشه. صبحونم در این ویوی جذاب زدیم و بعدش مسیر رو ادامه دادیم به سمت جذاب. رفت تو تهران لعنتی زدیم به جاده ایشی. فکر کن تو تابستون باشی بعد بیای با این هوای مه‌آلود و خنک و جذاب روبرو بشی. جاده بی‌نظیر بود، نشون میداد که یه لوکیشن فوق خفن رو میخوایم تجربه کنیم که اون مردابی که ما میخوایم بریم مه‌آلود هم هست. چی بگم از این ویوی جذاب مسیر؟ اینم حامده که از خود بی خود شده داره. این قسمت از جاده چالوس من خیلی دوست دارم و این فیلم رو که گرفتم بعدش خودم به وجد اومدم. واقعا خیلی جذابه، خیلی دیدنیه. یه چیز جالب براتون تعریف کنم. ما مسیر رو به سمت مازیچال گرفته بودیم و می‌خواستیم بریم اون ارتفاعات کم کنیم، اما راه بسته بود و قبلش در مورد این صحبت کردیم که یه سری هم بیایم بریم مرداب دریوک، اما خب قسمت این بود که بسته باشن بالا رو و ما مسیر رو پیش بگیریم و بریم مرداب دریوک و خیلی هم خوش گذشت. خب وسایل رو بار زدیم بریم مرداب دریوک. سلام حامد جون نظرت چیه در مورد اینکه مسیر عوض شد؟ کجا میریم؟ گفتیم بریم مازیچال. الان داریم میریم دریوک. بله. برنامه خوش میگذره واقعا. مازیچال بود. دیگه بریم ببینیم خودمون به دست باد ببینیم. رفتیم ببینیم. امیدواریم اونجا مه‌آلود هم باشه که قطعا هست. بریم که تجربه خوبی رو رقم بزنیم. مرداب مه‌آلود واقعا جذابه. و خب ماشین رو گرفتیم، یه جیپ زررنگ خفن توی مسیر گل‌آلود جالب که در ادامه می‌بینید چه پیچ در پیچی میشه و چه لیزی میخوره ماشین و ما با این ویوی جذاب روبرو شدیم. خیلی جذاب و خفن بود، جای همگی خالی و در واقع ما رفت و برگشتمون نفری 600 تومان شد رفت و برگشت. آقا امید کم کنیم. داریم کجا میریم آقا امید؟ داریم میریم مازیچال. مازیچال که بسته بودن. بسته بودن داریم میریم پلن بی دریوک. با بچه‌های اصفهان. چاکری. آقا راننده. خیلی خوب. قسمت بوده که میگم همچین. آره واقعا. گیر کرد. زیاد تصویر
حتما پراید رد میشه قطعا. ببین الان گیر پراید هست. نکنم باید اونجا بره پایین. تمام. نه اینجا رو باید پیاده بریم. یعنی اون ورم میرفتیم باز پیاده داشتیم چون سر جاده میمونه. تمام. رسیدیم به بالای مرداب دریوک. بریم یه خوب برای کم پیدا کنیم، حلشه ببریم. هوا ابری، مه‌آلود. برو بشه. حامد هم که داره میاد. خدا حامد. فوق‌العاده است مرداب دریوک. نگم براتون. نمای بالای مرداب دریوکه. من برم خوراکی جاتو بیارم. وسایل کمپو آوردم. وسایل خورد و خوراک مونده. من بیارم و کمپو برپا کنیم، یه نهاری رو بزنیم، حلش رو ببینیم. این طبیعت زیبای کلاردشت مرداب دریوک. و حامد جان یه برنج دبش رو آماده کرد برامون که با تونه ماهی بزنیم در این ویو، نهار رو بخوریم و یه چرتی هم بزنیم، بعد پاشیم نسکافه بزنیم. اوف نگم براتون. تو این سفر خیلی خوششانس بودیم چون هم مه رو دیدیم، هم بارون رو دیدیم، هم آفتابیش رو دیدیم. اینجا واقعا مرداب واقعا مه‌آلود چیز دیگری است، مخصوصا بارون هم بزنه که دیگه فبها. اینجا مرداب دریوکه. فوق‌العاده است، با چشم چیز دیگری است. دیدنش رو حتما بهتون توصیه میکنم از نزدیک ببینید. ببینید چی پیدا کردم. اصلا چی باید گفت به این زیبایی خارق‌العاده. خیلی خفنه مرداب دریوک. حدوداً ما 5 صبح که حرکت کردیم، ساعت 10:30 رسیدیم دیگه مرداب و الان ساعت حدوداً 4 و اوج جذابیت مردابه که مه زیاد داره میشه و صبح هم احتمالاً بارون داشته باشیم. مرداب مه‌آلود دریوک. وای خیلی زیباست.
حامد جان غافلگیر نشدی؟ صبح بخیر. غافلگیر نشدی؟ زیبای بارونی همه بخیر. نظر چیه؟ چه ارواح و ببینید مهر چقدر زیباست. بارون اول صبح و صبح ساعت 5:06 الان و جای همه دوستان خالیه. ما دیروز رسیدیم هم ابر و مه رو دیدیم، صبح هم که 3 تا 4 تا هست. هیچ کی هستی سران در سکوت مطلق به سر میبره. 5:30 صبح 16 تیره و مرداب جذاب دریوک رو داریم میبینیم در بارون تابستانی. اونم چه بارونی، چه ویو، چه مهههههی. خوششانس بودیم که در همه حالت آفتابی، ابری، مهی و بارونی مرداب دریوک رو دیدیم. جای همینجا خالی. خیلی خوبه. انرژی طبیعت بالاست، جذابه. واقعا از طبیعت انرژی میگیرم. خیلی هم همینطوری هم. مرسی که تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از مرداب دریوک. سابسکرایب، لایک یادتون نره. مخلص همگی.